یک سلام خاص به همه شما مادرای عزیز و نازنین دارم. خواستم از این شیوه که من استفاده میکنم شما را هم شریک بسازم، چون همه ما شما مادر هستیم. به خاطر تغذیه اطفال ما توجه خاص داریم و اطفال ما اگر میوه نخوره رنج میبریم. این روش هم استفاده کردیم. از موقعی که استفاده کردیم دخترکم هر شب، هر عصر و هر بین غذای صبح و ظهر از این استفاده میکنه. من فقط یک مقدار کم آماده ساختیم، شما میتونین که زیادتر آماده کنین. ما 2 عدد کیوی گرفتیم، 2 عدد امرود گرفتیم، 2 عدد کیله یا بنانا گرفتیم، یک نصف منگو گرفتیم و 4 عدد مالتا یا کینو، شما هرچی که دلتان میخواسته. ما مالتا گرفتیم. به خاطر 4 عدد مالتا گرفتیم چون فصل سرما و زمستان است، گلودردی و ریزش و گریپ اینا خیلی زیاد است. پس ویتامین سی باید بیشتر و زیادتر داشته باشه، زیاد کمک میکنه. و روشی که من استفاده میکنم با این دسر زوس ونیلیا من استفاده میکنم که این خیلی کمک میکنه به طعمش و لذتش و علاقمندی اطفال زیادتر میسازه. به خاطر خواستم که با شما شریک بسازم. اگر علاقمندی داشتین شما میتونین از این روش استفاده کنین. میتونین هر میوه‌ای که در خانه داشته باشین شما با او اضافه کنین. هر میوه‌ای که اطفالتان میل داره اضافه کنین و همون میوه‌ای که میل نداره، دوست نداره، شما او را باش اضافه نکنین، چون به دلیلی که اون میوه‌ای را که دوست نداره شما وقتی که اضافه کنین علاقمندی اطفال کمتر میشه.